گرانمایه‌ترین گوهر آدمی انسانیت است. هر کس انسانیت خود را باخت، از دیگر باختنها نهراسد. چشم بیفایده است وقتی ذهن کور باشد. انسانها هرچی درکی بیشتری داشته باشند رنج بیشتری میکشند. برای خودت زندگی کن، برای دیگران زنده باش. آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده همه را کوچک میبیند، غافل از این که مردم هم از پایان او را کوچک میبینند. اگر میخواهید که خوشبخت باشید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه با اشخاص و اشیا. اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید. عاشق بهترین ها نباش، بهترین باش تا بهترین ها عاشق تو باشند. گاه سکوت شرافت دارد که گفتن ندارد. قدرت کلماتت را بالا ببر، نه اینکه صدایت را. دلی که خانه غرور است جایگاه محبت نخواهد شد. اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نخواهی کرد. در هنگام نیایش به آنچه خدا به شما نداده است فکر نکنید. به نعمت‌های فکر کنید که خدا بدون نیایش به شما بخشیده است. آدمی عاقل و هوشیار و بیدار و همکار ثروتمند است. میل به لذت و نفس ها، حسد و هوس ها، شهوانیت و عیش ها، مولود غم و عالم و اندوه و کلفت هاست. ای مردم، همدیگر را دوست دارید. آدمان را دوست داشتن خدا را دوست داشتن است. منافق مثل دوست همیشه ترسو است. جاهل، خودبین، حسود و دروغگو هرگز شاد نگردد. اگر فرزند انسان علم آموزد و حس وطن پرستی داشته باشد، او هرگز قانون شکنی و جنایت نخواهد کرد. بهترین دستاویز برای بیمار سیب است و سیب است و باز سیب. بزرگترین مصیبت نفس باطل است و از همه بزرگترینش نفس هوا و هوس هاست. در آن شهری که بانگ اذان را نشنوند و به دانشمندان احترام نآورند، به کتابخانه و کتابداری رجوع نکنند، در بازارش از ترازو بزنند، از آن مکان خیر و برکه را امیدوار شدن کمال نادانی باشد. بگریزید از چنین شهر شیطان منشین ها، بگریزید. میوه های پخته و شیرین و نقشین و خوش‌طعم را پرنده ها نول زنند، آروها شیره‌اش را بجمند و نیش زنند، ولی میوه خام و تلخ را به پرتاف افکنند. تو خسته مباش که آزارت می‌دهند. صبور باش و از صبور باش. شما در آسمان ها ماه و ستارگان را می‌جویید و با آنها میل هوس نکنید، زیرا استادان و معلمان دانا و خیرتمند خود بهتر از ماه و ستارگانند که آدمان را از تیرگی و نادانی ها رهایی می‌بخشند. انسان در طول زندگی خود دو مراتب احیا می شود، یکی روز تولید و دیگر روز مفت. اما من میگویم که بار سیوم نیز تولید شدن در دست خود ماست.